هر کدامتون اگر میخواین که آرام زندگی بکنین و اطمینان قلبیتان صحیح بوده باشه، نانتان حلال کنین. کسی که نانش حلال نیست ناممکن است که اطمینان قلبی داشته باشد. گپ اول امین. گپ دو، اگر میخواین اطمینان قلبی پیدا بکنین برای زندگیتان پلان بده. زندگیتان منظم کن که از گرد ورد زندگی تیر شوین. به زندگیتان یک چارچوب بده که تو خود تعریف کن. صبح چی میکنی؟ پیشین چی میکنی؟ دیگر چی میکنی؟ شام چی میکنی؟ خفتن چی میکنی؟ خوابت، رفتنت، ششتنت کلش منظم کن. صحیح شد؟ 3، بر زندگیت اهداف تعیین کن. تو چی میخوای شوی؟ پیش خدا میخوای چی شوی؟ پیش خودت میخوای چی شوی؟ پیش مخلوق خدا میخوای چی شوی؟ این کلش